به مغولا که حمله کردن به ایران درنده خویی داشتن، خیلی وحشی بودن، ولی یک چیزی براشون خیلی مهم بود، آرامگاه ها بود. به آرامگاه ها و گورها آسیبی نمیرسوندن. پس برای خودشون هم آرامگاه های خودشون خیلی ارزشمند بود. پس اجساد خودشون رو مخفی میکردن. اصطلاحاً از اینجا اومده گور خودشون رو گم میکردن که کسی این گور رو پیدا نکنه. الان وقتی که میگیم برو گورتو گم کن، یعنی برو که دیگه اثری از آثارت نباشه. ولی یه چیز دیگری براشون خیلی مهم بود و اون جسد پدر بود. اگر با کسی دشمنی سخت داشتن، میرفتن جسد این پدر رو در می آوردن و اصطلاحاً مسئله پدرتو در میارم از اینجا در اومد بیرون. یعنی میخواستن هویت و پیشینه این فرد رو نابود بکنن و بعد به در آوردن اکتفا نمی‌کردن، میسوزوندنش و مسئله پدر سوخته از اینجا در اومد بیرون. یعنی پدرتو میسوزونن، پدر سوخته که میگه یعنی اون هویت و پیشینه تو کلاً ازت میگیره.